فناوری پیشرفته. آتش‌سوزی در جنگل هر سال خسارات انسانی، اقتصادی و محیطی سنگینی به جا می‌گذارد. اگر آتش در نطفه شناسایی و خاموش شود، مشکل به این ابعاد نخواهد بود. یک شرکت هنگ‌کنگی با بهره بردن از فناوری نوین رباتی ساخته است که می‌تواند آتش‌های کوچکتری که ماهواره قادر به ردیابی آن نیست، تشخیص بدهد و از تبدیل آن به مشکل بزرگ جلوگیری کند. مؤسس و تحلیلگر این شرکت میگوید ربات دو دوربین دارد، دوربین حرارتی و دوربین معمولی. دوربین حرارتی در هر ثانیه 50 تصویر میگیرد. ما از الگوریتم ویژه‌ای برای تحلیل تصویرهای دوربین حرارتی و ردگیری حرارت استفاده میکنیم. بر اساس این داده‌ها تشخیص میدهیم اشیاء گرم واقعا بخشی از آتش‌سوزی در جنگل و یا فقط یک شیء داغ در آن مناطق است. that appears in the forest. با استفاده از تصویربرداری حرارتی و همچنین فناوری پیشرفته بینایی هوشمند، ربات آتشیاب می‌تواند آتش را در نقطه‌ای به مساحت 2 متر در 1 متر و در شعاع 5 کیلومتر مربع و در منطقه‌ای به وسعت 80 کیلومتر مربع ردیابی کند. پس از ردیابی و پیدا کردن آتش می توانیم آن را با GIS موقعیت یابی کنیم. با GIS یا سامانه داده های زمین شناسی مکان آتش را روی نقشه به دقت تعیین می کنیم تا آتش نشانها و یا مأمورین حریق را پیدا کنند. این پروژه با استفاده از نرم افزار GIS به مراکز عملیاتی در خط مقدم اطفای حریق هشدار می‌دهد تا برنامه خاموش کردن را با دقت زمانی و حداکثر اطمینان پیش ببرند.